خایندکی گوشی میگیره برای اینجا رو بینیدو این لحظه های حساسی میدانداری را همروز رجبو این بچه را ما دیدن نگیرید این ارزشمندترین چهره در تاجیکستان است 3 کرات برنده مدال برنجی قهرمانی جهان در سامبو در کوراژ استاد ورزش درجه بین‌المللی چهره نامدار و شناخته پشتین اجدادی ها آواز نیست؟ الان سری چی می‌دوه دیگه آواز نیست تنظیمگر و این مخلصای ارتباط من خبر نیست میگوی چی میگوی با کی میگوی اینا تنظیم کنید کارشان درست کنید انا حاجی شرف برادر کی اینا را کسی از معرفی کنید همینا را معلوم که این احمد هم زور میگیرد سریدین هم گوشتی میگیرد بگیرید خطی نشد این بچه که سامان کشور این چی کسی این بچه را همه شا آدم ها شما یا منوخی این همی قطار همه سوزن عزیز علی نوروز محمدین عبدالله سنت الله سنت الله موسایو سامان کشور این بچه کیبر ملکی الهام جبارов آقای برمن اغلو نشد خیزی بفرما آبا تا اینجا گیرو خودت همونجا بود نه باید بچه فرق نداره احمد از تاجیکستان مجید برمناغلو ایران مقتدری بابا جان از سرتیه ای مردم بچه که هنگامه به وجود آورد شهرت میدانداری را به کائنات برد مقتدری بابا جان از خامنه سرتیه بچه را بیاید رقیبای اون مقتدر اینمی صفی پیش دارد سرتیه دختری دختری عزیز کلوب شهر جانومن نظر دارد انا این پسری محبوبی کجا؟ نوراباد سایجالو نشکو نمیگیریم یکم دا بیشتیم بیدار برادری من برمانو خیزی نه دمگیری که فرصت نیست اینجا پهلوانو زیاده خیزی دو دمگیری در چی؟ در دوستان سرای چی؟ فدراسیون دوشتنگیری خطی کی؟ نوروز کریمزاد دمگیری نیست اینجا دیگر کارا تیزوری نمبر کن بفرما قربان مهربانی های مردم ایران حضورتان برشتان زمین خیر مقدم احمدی جان خوش آمدید توفت اینو مجید ایران احمد تیمور ملک تاجیکستان حاجی شرف سالم اینا رو بید جانانم نظر هلال سامان کشور سرباز قطاری قسم حربی 54-53 ریاست کشورهای داخلی وزارت کارهای داخلی سنت الله موسیو سیدی سنت الله موسیو عزیز و تخلصی خواب بهترین این بچه کیه بودوانه که خواهش اسکلو حتیه نگیری اکتا تبیو تس تبیو ها باری این متعیال دیگه رو دا نشید رو همه بچه ها زردن همینا را که محمد
Bravo. Hodi Sharaf. Hamid bachahora hayat digarshon kamkamak kheli payman dedi. আমি চাচ্ছি আমি কাপড়কে তালল দাঁড় করে নেবো দাদা তালল দাঁড় করে আমি পাইনি আমরা মুরগি খারাপ হয় মুরগি থাকো না İskanderi Muhammed Hocazoda Zoda'yı Raş'ta o hamin sinusulu vazın o anca ki koşu diyor ki İca mas'ul dar koşu maçora olmasak mı? Şuna bana oradan kıymetli o bir taraf meram on taraf meram Kora jolu terk et Sonra kişvar Raş Anayim bacha ki Baradar Aziz Pahlavon şehri Duşanbe Nomakon Faiz Bu Batmanoglu ki Kaçoru kire bırakıda vedo Sonun kişvar Ve İskandar Pahlavoni Nohiyayı Raş Bazı koşas kirosası koşun panhado Oh Başkayı Azizi Kalkalor Kazim Şeklor Yüz kelime oldu. Aha, bu solda Türkiye'de. Bana kaçanan arası. Yak çoruk Osman Kısaydo. Bu kopyayı da çoruklarını takmıyor. Hodi Sharaf. Yake az sikonahoye ki dirus dar molobod hamaro hayrat var. با حیرت گذاشت وزنی 65 تا 68 کیلو انا اینا مصایف از تاجیک‌آباد مقتدر باباجان نه توش هم نشد بعدی حرکتی بعدی اینا بنظر کنید اینا رو چی کیم نمیسکی سایدو مقتدر باباجان خوالین مقتدر باباجان خوالین محمد موسی تاجیک‌آباد یک قالین 5-3 توفای هر دو بخت توی گل یاد کن اوه عزیزی رئوف میشناسی هم بچرا بر پدر و مادر 100,000 بار رحمت این همه قدر گوشتینی گرفت که تمام ساحه تربیه جسمانی و ورزش احسنش بود این همین بچه که کباب پوشتی از خوالین است والا خوش کن خیلی احمد و بسکنه برو برادر ازش چه نمون مخلصا مردم میگه که آواز شما نمیشنوید اپاراتورایی که کنسرت بدن میگه همون از پای بنده که ما خوش نمید همه اعتراض داده کمی همون وای چی ترتیب داشته نشد حالا سه جفتی قشنگ هم احمد و هم مجید ایرانی هم پهلوانی تاجیک‌آباد و مقتدر باباجان هم سامان کشور و پهلوانی قامت بلندی کم ریش داشته ارجمند دوشنبه شهر امیره گوشیده بود این این باشه که خیلی سوال کشور میگه تشکر به هر دو هم زفر خانداری مردم پیرس
که خزینه‌دار توجه کنید. هر دینو رو دستور دادیم بچه ها رو سفربر کرده چرا با مصفا هر دینو علی جان سفرعلی در گفت کشور سامان حلال اسکندر رشت علی جان مومین آباد اسکندر رشت که بعدی نمیشتید بکفاش نمیستم داشت سرباز قطاری اسم حربی 54-53 کشور سامان در دور اول غالب آمد. مقتدری بابا جان و کشور سامان از نامی دادربک و رسول جان یک یخدار توفه کرده می شود. سرباز قطاری پهلوانی که امروز از نتیجه مسابقات امروز پهلوان میگردند در برابر قیصر تیموری آمد شروع کرد که شما میشناسید امروز حاجی شرف مصطفی اون بچه‌های ارزنده بیارین قطعی نو گوش میگیرن اونا رو با اینو پیونده که یک کار شود دیگه رو سایدی شیشتنی میاد عبدالله نوروز عزیز بچه‌های خوب بسیار هستند که الهام الدین جبار سنت الله این بچه که همراه رجب محمدین از اونجا انا سایدهتم که بیتی سایدهتم و این انتخاب کن این قطار میگه که دوست مولارجب خلیفایت استاد ورزش درجه بین‌المللی قهرمان جهان در رشته کشتیگیری از همین دیار است. خواهش میکنیم که از مرحله اول حضورتان بسیار مهم است. مولارجب خلیفایت هستند. پهلوان سعید مومینو امروز جوانا رو میبینم که خیلی رشدی به میلان دارند در رشته کشتیگیری. امروز از همین منطقه رشتان زمین هم عبدالله سیدی محمدی اسکندر شما هم اسکندر هم این اسکندر همون اسکندر عبدالله سیدی محمدی 5 بچه شایسته همه این مکافات از همین رشتن نزدیجه بیاد اکیم رو با اینو بگیرید و اسکندر هست به این بچه همین 5 بچه که معرفی کردیم و همین رو مهمانا گشتین گیرن کار خودش همه میشن مولا رجب خلیفایف در فهرستی بهترین های تاجیکستان در فدراسیون روسیه از تاجیکستان 2 فرزندی ملت تمدن آفر تاجیک برنده مدال طلا و عنوان چمپیون روسیه را به دست آوردند. یکیش رسول باکیوف است. رسول باکیوف است. دویومش مولارجب خلیفایف در فدراسیون روسیه چمپیون شدن سال 2019 در وزن 66 14 رو فعالیت کردن و زبان همش هم از توسط اینترنت هستن بیانات بیشتر کرده دارن حیرانتم نمیگویم چون که میزبانی و کسی که نه اما همین بچه ارزنده ترین شما کسی که نه مکافاتی که کار بکنیم بچه های منطقه دارید خب کاری برمان اغلو که علی جون خیزش بود
майдон خود نمونه نیست. این اسکندر این بچه را تحت نظارت بگیرید. این بچه ورزنده است. اسکندر رشت علی جان سفرعلی ناحیه دومینو بود. دوباره اینو سعید اومد رو بزنید. این سعید اومد. این کی؟ امیر جان خوابالین سعید اومد. کنی ای نقطه چی گذشته تفتیش شد. میونده شرف جان خطی که اونجا گفت محمد صفا. اونا رای کردن محمد صفا شرف جان اینا را شما روان کردید. دلی من شبهه داره با این بچه کم فیلوس دیگه که این سعی مومن گوشتگیری نگذارید. بیا گپی من اگری اگر من اینا میبرم این با او توغلی نمیگیرم. اینا باره این هم میشه برم. هر دیناری دیدم. بچه های ارزنده را ببینید چون خطیه برم یکان 30 سالی از لیگای یکم و لیگای اولی سفر میشدگی نمورد درستر بشود. این دیدید سعید مومن شریف زاده از نامی صاحبکار بهروز شریف $100 توفای هر دمینا. این بچه را نمی گفتم و نمیست. این از ازبکستان است از کار نام دارد. یک دور گوشتی گرفت. صبحیدین رحمان علی دوباره این رو وظیفه کنید. مکافات این رو ما ورقه اینا که بختیار جان یاردن تو برتی ویلا. صبحیدین اونجا رو یک باری نمو صبحیدین باری نمو کی دفشتانی خیردین دا. صبحیدین خیردین هر دوست همردی فیلم مافیا صبحیدین خیردین ردیفای نامش رو هم بزید کرن. سلام کنیم. این های حالتی اینکه آدم در کار این داره کارشون اوچ کیا بچه کفازنی از این منطقه است. همه زورا در همیچن کشتی نمیدونم بچه‌شون خودی شرف که محمد صفا همین بچه را برگردشون مباحثه کشتی بوده. دوسته کافه هر دیگه یک کاری ما میشیم خدمتگار هست اعلام تاجی تو گفت آزاد بودن این دوره برنظر میدید و یک کاری تو هر دیگه خوب این بچه هاتون محمود خوبالینگو تقدیر شد تاجی تو گفت دول بیکار است دوباره یک جفت دیگه میداره 4 جفت که معلوم یک کسی در رو بسته کنیم دو جفت در اینجا دو جفت در اینجا بطور رауفا ای خورشید فرزند خورشید حکومت و سینا نام دارد رجب علی شهر ترسونزاده terapin bahan besar besar. Has doğru bir kor has.
شریکوف و شما کی؟ عبدالله عبدالله و فریدون رو بعدی خاتمی یک مردم ایدان داریم مرزا جمیل رمزانов صبحیدین خلیلزاده چینه سوپیا شما کی؟ محمدی گلکوشوف از مسجوهی ناحیه مسجوهی ولایت سور اولا مفروض برادر محمد مراد عبدالرحمنov از فرخار انا همت بلندار که مردان روزگار هپا از همتی بلند بچهای رسیده ام نشد حس باید بشین برید توفه محمد گلکوشوف و اولا مفروض عبدالرحمنov یک تا گوی 4 سال نمیستید در ورقه نویس برادر بعدی از میدان بیرون شدن جفتی باخته شده نوبتی اینا مثل درست ایزا 100% سفید جان اندیشه داور من دیدم که مکمل بود کار شما برعکس داره عمل کرده داخل کار نفهمیدید که چی شد تشکر به داور حلال اولا مفروض محمد اقبال تر شد بچه لایک را بزنه همه کسا بتایی پیره یونی گفتمون رو پیره نه بزنه لایک را سیاز بون پیره هیچ کس بود فردان که سنت الله موسویف شهری دوشنبه دیگه خونه میریم کارو چکن لایکون نشارکو سری چی هستی خونه خام میکنم یک گل توفه هر دو بچه هم گفتیم محمد اقبال و اولا مفروض و جه کمان زحمت بود دلوش کنم بچه ها بسیار شدن دست دوباره بکن در میدان دو پهلوانی نامی تاجیکستان در وزن تا 75 کیلو یک مرزا جمیل فریدون نوحیه نروبود عزیز میشناسم همین جای اما همین چهره اجداد کنید لایک را تمامی بزنه شیرین لایک را بزنه 5 شوه فیلم قهرمان جهان در گشتین سمبو میان جوانان استاد ورزش درجه بین‌المللی دیروز بسیار گشتیگیری خوب نشان داد برای شاه جایزه مکافات عالی با رحمت الله بک فرهادوف که با آزمایشان مساوی شد اکای قناعتچا حاضر درگیرش کیلگوره که 140,000 سومانی تجارت ها خواهد و خواهد میکل بود و هر دو زفر هر دو را خداوند سعادت میدان دهد یک تا اما رئیسه محترم و صاحبکاران ارجمند و بلند و ناموسی رشتان زمین یک تا شهرام هم هستن فریدون هستن همه هم پالونه نوحیه نروبود هستن فقط اجداد کنیم بگیرم انشاءالله رشتان زمین رو
نیست یه اومدگی نیست وقتی من معرفی کنم نمیفهم ریتمی این مردم نیست که ریتمی این چپ ضربی از اوفر دوری که نمی چی هست یک شکلی درستی اما موسیقی طرح بیاورد دب سری چی می روه؟ دب سری همه بچه 18 ساله رشته زمین می رود در یریوان در قهرمانی جهان سامبو مدال برنجی گرفت محمدین لایق‌زاده رشتان زمین فرزندی برومند ملت تاجیک سعید مومن رحیموف از دهه که پهلوان پرور است و سید جمال علی مردان را که می‌دونید برادر زوریش سعید احتاب تیمورمنی آنها همین کارا کشان می‌تونید که تیز نباشی ها سیاد کنید یک برزگاه توفای هر دو خداوند هر دو میدان رشت زینتیه این همین رئیسه محترم و صاحب کاران گرومیه که ها رو برای منه قدر و منزلت و احترام و عزت شما رو بالای دیدن میبرد اولی نگرفتم در یگان سراسر دنیا در گوشتگیری نبود که نبود به هر خدایان اومدن امید زفر تنتنه رو موسیقی جنازاده محمد ایسا در حضور پهلوان در پهلوی پهلوان باش احترام برادر جنازاده بچه ای که رفت بیارش این کالوش باشه که اعلانش نداره اینجا بیار کالوش نیست که من اعلانش ندارم خریدون از نورآباد عبدالله خاولی یک برزگاه و بچه کالوش را اکرام میکنن و در نورآباد قدر قیمتی گوه شما مزینه پس بردید و هر دو سعادت میدان بختوی بالیور فرزندی یکی از پهلوانانی نامور تاجیکستان فرزندی که همین پهلوانان زیادی داشتن فرزندی دیو نیست حکومت همین قومت بلندی خاورندی دستی محمد اقبالو خیال مفروض در اینو هم یک برزگاه اگر تقدیر این چارگاه کلان شاهدار حل و فصل نشود فکر اینا را برادر محمود دیگر تقدیمید من این دوی دیگر را معرفی کردم که نمیسی مالی میدارد مکافاتی
محمدین رشت اما تیمور ملیکو سعید احمد از سلاله سعید مومن رحیم الله همون سرچشمه نامگذاری اون از فرزند کلان سعید مومن سعید احمد است. این همین سلاله های همشون بچه های فرزندان. اما اکنون میدان میداند و ناموس و ننگی پهلوانانی که امروز برشت بودند. از این در دیگر غمخوری فکر میکنم نیست که سپاس باری دیگر به مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه و صاحبکاران بننگ و ناموس و وطندوستی همین منطقه که این فضای متنطن نوروزی را با برگزاری مسابقه گشتین ملی بسیار شهامت دادند. عرض تشکر به همه جوانمردانی که روبروی من بسیار زحمت شما در اینجا ارزنده است. با دستور رئیس محترم امروز هم در پهلوی این بانوی ارجمند تقویت طرز حیات سالم و رشد دورنمای فردای گشتین اجدادی ما را برآورده. سر تعظیم پیش مادران فرود آورد که چنین فرزندان را به کمال میرسانند. امروز توسط اقدام‌های نجیب اینها صدها پهلوانان دیگر صاحب انعام‌های ارزنده نوروزی رشتان زمین میشوند. یک کفکمی سرنمونه شما برای غمخواری معلمه محترم که دل از ورزش نشدند، برای افراد ورزشدو صاحبکاران خیلی بلند ناموسی که امروز همه معلومه شدند ما را دعوت کردند، این را تنتنه کردیم. یک صمیمیت و کفکمی شما برای اقدام‌های نجیب آنها. هر یک دور با خودش تحفه عالی دارد. یک تبرزگو این هر دو. اما کاری رمگینی سعید ریدین این بچه هایی که نشناسید، هنرش یک بچه، آدابش یک بچه. انا اونجا بچه های دیگر هم هستم. من که محمد صفا، من حاجی شرف نشد. شما این بچه ها را شما این بچه ها را از اونجا میگیرید که دیگر کنید رو مسئله کار بده اینجا. اینجا بسیار شد که محمد صفا پرداختی پهلوانی روبوت حلال. تشکر. این نویسید. رجب علی شهر ترشونزاده، سینا حکمت و خوانی. این راه آزاد کنیم. مردم اونجا بسیاری با چیدی تربیت دو. معروف نمیدونم مولی. شرف جان ترتیبات در نزد داوران رعایت کرده شود. بچه‌ها رو جمع کنید. امرار همه شاید کنید جوریده. خیلی دیگه پیدو. همه بچه‌های تنبیه دو. همه که داوران رو آزاد کنید. همه منطقه آزاد کنید. که مال مکافات سینا را باید پهلوان ترکمن‌زاده. بچه های طرف بیارید. مهمانی ازبکستانی صبحیدین سنت الله عزیز این طرف بیارید. کس حاجی شرف بچه ها رو اینجا بردید. بچه هایی که زیادتی هستن اینجا کی هستن؟ من خواهش میکنم خیزی کننده مترمیم شد تو خیلی داورا خیزی داوری بکار باشین اینجا خیز هاپا ها یکان کسی جا نمونه روید همون منطقه برین این منطقه را برای مخلصای عصبی دوستین آزاد مانند همه تشنه دیدار پهلوانان نیاکتمندند. شما گوشتی گیرید.
کیا دوباره سایدو یک برزگاه توفای سایده همه محمدی Back, huh? Check this out. توفای اینا رو معلوم کنید نره نمونه که دوباره ندیم رها آزاد کنیم که افزار شما کسی دوباره ندیم همین را این طرف بسیمی دو یک خالد توفای هر قیدون یک جفت دیگر اسکندر رش عمر نمیشه بود تشکر که حاجی شرف بیاد روح افزار شهری کناب انور روحیهی کنابو راست براش نگیره برادر و اسکندر پهلوانی نفت بده این هم که 6 دقیقه ترتیبی نشستن تون درست این میدانداری بچه هم با بچه های خوب همینجا بسیار اینا را آدمای وابسته هم منصفا هم حدیشان همین بچه ها رو بینشون مراسا کنیم جفتاشون رو معین کنیم سرشون کنیم نمیگیرن مردم الهام جبار فرش تقدیر شد خودی تو بود که دوباره سیدور که نمیشد پرداخت محمدین از رشتان زمین این به صلاحیت کاری دارد من راستی نمیدانم من دیدم اینا هم تشکر اکنون دخترها کاری شما رو کمتر تغییر دادن و گودآفرید پهلوان از نام بهروز شریف و صاحبکار نوهرش 1000 سامانی توفا پرتفت سینا از خواباده حلال نوروز کریمزاد سنت الله که همشون شیشتن اینا رو آدمی در ترکی این شبایش دشتین بزرگی حاجی شرف محمد صفا کورتون در این منطقه سستن است میدان خالی میمونم این بچه کی؟ اینو چهره هم کی؟ کسی سرداور ما انتخاب کرد همه هم نشناسیم درجه ورزشی تو نمیدونیم عنوانات هم میدونیم از کجا بودن تو نمیدونیم ما انتخاب میکنیم شما میگیرید نمیگیرید نمید تمام حیث احمد کیم قطعی احمد پیش در
Dobry wychodzenie do Rufalo. I na czołku Hardynu. Norowodu Wand. Faruk. Nekruz az Wand. Faridon Norovod. Malim Rovari Hardynu. Akornavis mikrofon dinlamamış. Ki Hamros kes. Diga yadon kas bile nakramıyor. Kasiyoma domateoma zora ne istedi diyor. Hazrajon Mustafa Azderayshun va Davlatzoda Umejon Azderayshun maydon bi marama Diyor. Hamros Rajarov şimdi. Diga joy yakıp geldiğine göre. Sonra tamam sonra şahı düşerdi. Hamros Rajarov. Müşteriler gibi ki böyle değil. Yapma kartı, mahal bakma kayıyor. Ne bileyim? Çeşmeler bu kopar peşinde var. O işi var. Harika kırılıp olan bu ikon. Bu profetin nazminin. Sharafjon Samimiy Sharifzod va maydon da'vat karda shud az nomi sohibkoroni jamoat idiyoti Qalaristu 5000 so'mlik daromad shud. Durust. Teşekkür malumatınızı selamat olsun. Sonun küşvar. Bismi harbi kancoğu çok kancoğusu. Nohiye-i Raş. Rahman'ın Nohiye-i Ruhbaki. Malum nabisi. Harbi yolda. Sonun Raş. Rahman'ın Ruhbaki. Ya uçtur tufayı harbi. Bakçayı komandanan bir bazı sat kilogram. برای یوتیوب یا که برای Teşekkür. Teşekkür شما اینم خدمت آنم شد که سرکی نه تماشاگی در زنم من شما اگه تا تعبیر نمیشه شاکر سعید مومن اسکوجو الفراش سعید مومن شریف زود از ناحیه رشت یک غلبه یک میچه من اگه کارم بودی که تیسه مفهمم و پهلوان ازبکستانی مساوی کردی یک دور غلبه داری نوروز کریمزاد چمپیونی اولین آسیا در گشتنگیری در قهرمانی کورش قزاقی برنده مدال طلا و در دور آخری مسابقه هندوستان جایی نقره هر دو ظفر حالا یک تکاوه چراگاه وسیع دلی مردم رش وسیع و همه چون از اون دا شایسته همه چون یک دور میگیره کود میمونه چکر بکنه دیگر جوان مرچه سه زور ازم انا بدن کم کم دوایی های طرف ناکیز ساری همسر نمیمونه برو هر روز بچه های قشنگل نوروز گوشتین گیریشه همه تون دیدید سعید مومن رشتی هم میدانداری خیلی بهتر میکنن شمشاد عبداللهیوف استادی ورزش درجه بین‌المللی پهلوان وزن تا 100 کیلو از رشتان زمین است امروز میگوید که اکا من و ملا رجب همچون راهبری پهلوانان نورس و جوان رشتان زمین حقی گوشتی نگرفتن نداریم اگر کار در میدان سنت ماشین است یا تا کبر شاشه یا تا کیه اونا باشد تقویت
خوبی مورا و همین بچه ها باز رنگی دیگر کردن هم مولا رجب هم شمشاد عبدالله و محمدین و سنت الله موسایف مقتدیر باباجان اسکندر احمد تیمور ملکی انا این بچه ها خیلی زیاده نه این بچه کیایی در این سر و فرما و لباسای ملی دیستینگیریش پوشونه باق بیارینش اینجا خزا کجانا در ترتیب کشتینی رشت اما بخیره لباسات پوشیده ای اینه نشید اینه نه 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 ندارین یک رومالو کدیمه دارین یک رومال خب این طبق یک تا اشتری خوری کلون در طبق یکمی میدان رشت انا با چشم خیرت نظر کنید محبت و اعتماد و نبادشتنگیری طبیع کنید عرض سپاس و برای سی محترم رشت اولیتر کنید مجید جان بربنادور و خیر مقدم گوید صاحب کاران رشتان زمین را یک باری دیگر مینت پذیری کنید جرأت و غیرت کنید و میدان بیایید در طبق یکم صبحدین خلیلزاده کسی گیرد یک شکر حتی زوری این بطور نمیرسد نمیرسد زوری بطور نمیرسد نمیده اینجا بیاد زوری غیرتش که بزرده یک تا اشتر در طبق اول سنت الله مولا رجب شمشاد بچه های رشت شکری خدا که تعدادشون خیلی زیاد است 7 نفر لیدر کسی به امینا گیرد تبدیل میدانداری دور سیم حتی حل بشود خب معلم نویس اسکندر رشت اسکر ازبکستان یک چوری گوسفند یک کولی هندسه سعادت میدان وقت با یارتان حلال داد کرده که زحمت کشید و در میدان باز هنری شایسته نشان داد تشکر با پهلوان ازبکستانی از نام شیخ نودانکی 1000 سوم دیدی اسکر جان در رشتان زمین برای قدم رنجه کردن اینام نوروزی دادم خوش آمدید سلامت باشید از زبان نام تاجیکی خیلی غلط است آزادانه سخن میگوید خب بچه هایی که وابسته‌اند یاوران بچه های محبوب رابط آمدی اکم معصول آمد اونولی در طبق وقتی که شیشتی اینا معنا میدونم اینا گفتیمون وی خدمت هست نمیخیزیم طبق بکار میکنن یا مشورت دیگه میکنن اکو نگیرید در طبق وقتی که آمد دیگه جای عقیب گردی ندارید من صدقه احترامی امینو شام کیو دید بچه ها شما هم اینجا آمدین که پشت اما طرزی که سرداور و سرکاتبی مسابقه میده خیلی هم اونا رو به نظر گیرید و که شما فکوری خیتون میینید
اون مردک میدونه کاری که در همینجا باید چی انجام کرد خواهش میکنم شما اینا رو به نظر گیرید فکر اینا رو به نظر گیرید داور اشرف نامدونو انا میدون نفره که پهلوان از نوحیه لیلیسکی اینو باید که وقت بهوده نگذارم مرحمت شما بیاین همین طبق یک تومان در همین طبق حساب هیدی نیست یک جوان مرگی است حس از دو کی بود در اینجا یک تا شطور همه خواه اندازه نگاه دار که اندازه نکوز رئیسای محترم اینا آمدن و گوشتی نمیگیرن اینا ترتیب کار خودشون ندارن همین کشتن یک جلس کپیدن مگر فقط خطیه نمیگیرن این بچه خطیه نمیگیرن فرق ندارن این همین بچه رو من میارم اینجا میبرم سامانه نمون کس این ایدشید این خطیه نمیگیرن ولی bez ترتیبی کار است برمن آقلو گوشتی نمیگیری کارت انجام نشد شما با کی بگیرید این هم بچه خطی کی بگیرید خیلی رو بگیرید از مهمان یارانی نمیگیرن یا برای چی اومدن خیلی عبدالله تیمورملیک صفیالله لایقزاده رشت عبدالله تیمورملیک صفیالله رشت ها کلیم کنم جانا زاده بچه های میدان نباید در طبقی همین بچه نیست یکون مهمان رزمان کسی بچه کسی شما اسکندر سنت الله احمد کسی دون احمد و اسکندر شما گوشتین گیری چه نبودتون خیلی سنت الله الهام دید اسکندر اسکندر کنی اسکندر راستی تیز احمد اگه بگیم هر دوست نتیجه خود داره هر دوست انجام هر دوست بچه شوی است
ماشینی نه باید کار رو گردنه بچه وقتا بر جای شما اونجا بکنید صفی الله در مقابل پهلوان تیمور ملک غالب آمد تشکر احمد از تیمور ملک اسکندر رشت هر دو این بچه هم بچه شایستان صفی الله محمد صفو حاجی شرف همین بچه ها رو مکفر شدن که حاجی شرف اینا یک اشتور در جایزه یا مکافات ارخیده شما تأسیس داده شده است هر وقت دارید گلی کنید مردم از همه خط سعادت یا رقلابی تشکر این همون جلیت برای مردم دارید کنید بچه ها و قدری صداقتمندی صاحب کاران ارجمند نسید پرتافتی پهلوان ازبکستانی حلال تشکر Çok çok güzel. Onu da güzel. Hayır baraya oradan koy. Öte bir tane koy. Baraya oradan. Bu çalışan güzel. Acayip koy. مصطفی رشت عزیز الله نگاه کن دادم تلفن دارم کن دادم مسئولیت کشمی کنید جلسه رو دادم من دارم همینجا که نمکی وکو برقی این نیست مرابط و رشت مصطفی ندارم در درست کنید پهلوان ازبکستانی و نوروز کریمزاد هر دوشن خدا رو اقبال کرد دونم تز ایزاکی اسکر چی بیا اسکر ازبکستان هست اسکر ازبکستان نوروز کریمزاد تاجیکستان اسکر چند دور شد سه دور شد معلوم نمیسی چی نمیسی اسکر ازبکستان نوروز کریمزاد تاجیکستان یک برزگاوی ارزشش 4000 سومانی زیادتر اون کارش در میدان که از مسئولیتی دو برادری هم جواری تاجیکستان و ازبکستان منشأ میگیره تشکر گذارید دور روید هر دینون چی شد مساوی شده کوهستانی مسجد غلام افروز عبدالرحمانov فرخان که نمیسید همراز کوهستانی مسجد غلام افروز فرخان گفاشان یک خالین اینو با چوی مقصد بتونید یک بی اینا رو بینید هر دو چهره ارزنده اون چهره یک هر دو اوی میشود این شایسته ترین پهلوان های این نشان یک گل کوفه هر دو بچه هایی که در
maydona ki dovare ino ra ki mebrad bigire از این طرف که بختیار بچه ها را این طرف بیارد بچه ها را این طرف بیارد نیست چرا نمیشنویم موافق باشد مرحمت خب هستن که صدو زیاد بس مسئله رو حل بکنیم خب اما بچه که یک ایراد که بازیشگاه کنم ایراد چون بدیده قبول نمیفهمم که اعلان برنده رو نمیفهمم خب گیره هر دینا از اینجا بیرون عزیزو خورشید لازم نیست طبق این بچه ما نمیکنیم خیز طبق سایزه باید طبق کیسه بیار خودت ایسته بیار هر منابع را بیار یا اینجا بر یا این البچه کی چی شد؟ الان برام تمام رمان اکا تیموس متوقع زیروخی همه خواهیش شما رو نمیتونم اینجور کرده مردم پهلوان است تاجیکستان ایران بچه راوف پهلوان خاورنگی این پهلوان ناحیه رشت سرباز شایف حسن‌الدین نام شما معین کن خب توجه کنید صادقی آذرنج از جمهوری اسلامی ایران سعید مومن شاه محمدوف تاجیکستان از رشتان زمین سرباز شاه پهلوانایی که در اینجا غالبیت میارن نام نفسبشون رو معین کنید قدردانیشون کنید توفه اینا را حاج شرف پهلوان ایرانی سعید مومن یک تا اشتر اگر هنرنماییتان بود بهتر شود مکافات زن چون به هر دو وقت سعادت ها می‌رسید.
Faridun az Nurobod, Muhammadin az Rasht, İlhamidin Jaborov Rasht, Safiyallo Loyikov az Rasht, Askar az Uzbekistan. بچه‌هایی که با تحفه‌های ارزندست قدردانی شدند و با اشاره که اینها را یک بار دیگر معرفی کنید. تشکر. Hey, sen şimdi girmiyor musun? Çok hareket et. Kartofti halkoni xovalingi halol. در نام پهلوان خاورنگی و باشی جانشوی از نام Askar Uzbekistan. از نام صاحبکاران جماعت دولت سکا مقصود پهلوان خاورنگی مرحمت. همین مهمان ازبکستان. بچه‌ها رو بچه‌ها برتر بسید بچه‌ها خواهش میکنم هر کاری علاقیده‌ای که هست در میدان با خاطر تکمیل کار است نویسید این بچه‌ها عبدالله رشت سعید رحمان تاجیک‌آباد این بچه‌ها رو معرفی نکرده کنید بسید برکه ندارم چک ندارم نبرید پهلوان‌ها اینجا رو برید شما بذارید مساوی هیچ هم مساوی شدن احمد و اسکندر عبدالله و سعید رحمان مهمان ازبکستانی که جا شد نشد که نشد تشکر پاین علی جانی سفر علی کشتینگیری اومده یک تا خطی بچه مومن آبادی گیر یک تا خطی نای وحدتی گیر اینا دیدی برای همه نه
مرتضی نسکی مرزوزمین و نظام بیاید امانتی که در دست نسکی که این تایید روحافزو از شهر کلو پرتوفتش حلال در طبق صبحیدین نیست همین طرف ها زودتر کنید کرمنگای عزیزی افسی حقوق بچه ها زیادتر شدن برتر بیدو پهلوانای کلاب شهر خوش آمدید اینجا بیدو که نزدیکتر بید دو پهلوان ناموری تاجیکستان از شهر کلاب آمدن شریف جان نظریوف فردوس نسیموف شنیدید در طبقی اعلام کرده ما صبحیدین قرار دارد انا شریف و فردوس در میدان پهلوانای دیگر منطقه وابسته به رقیبی که در پهلوی همینا میشینند تحفه شایسته میمونه مرحمت هر دو بچه را اعلام کردیم هر دو بچه را اعلام کردیم دو بچه های ازبکستان مهمانای دیگر منطقه در آمدن ها بچه ها باشد مرحمت فردوس شریف نظری و پهلوانای کلاب شهر مهمانی مردمی رشتان زمین را خواهش میکنم سیمومین و مهمان ایرانی اینو بر سبب آسیب یافتن رقیب پهلوانی رشتان زمین غلبه را به تشکر آسیب در دور اول عبدالله غالب اومد پهلوانی جمهوری ازبکستان اسکر نام دارد و نوروز کریمزاد از تاجیکستان است که اکای ورقه نویس مکافات اینا را نویستگی بدید بکنیم و هر دو قرار تو میدان اینجا بگیریم این سعید مومین از رشت این پهلوان ونجی نکروز نام دارد خدمت ما تشکر جای خالی رو بگیریم Let's go.
در مروفوت یکم کس با مراجعه خلیفایف گوشتین نکیدید. اگر در رشتون جمعی که شود ترچی نشود. بچه ها رو تسیس معلوم کنید و خرطوم حلال. در میدان دو پهلوان سعید مومین شاه محمدov از تاجیکستان و پهلوان ایرانی را نمی‌شناسم چه صادق از ایران، سعید مومین تاجیکستان. میرزا جمیل رمضانov عزیز نویس عزیز از دوشنبه عزیز شهر دوشنبه محمد اقبال پاشوف مسجد توفه هر دو بخت و ارگل و سعادت یک برزگو در تنتنه رشتان زمین توفه محمد اقبالو عزیز. هر بینام آمده حتی نیچه رمان از چشمه دوشان مومن آباد که اومده علی جان سفر علی ناحیه مومن آباد اکو کسی نمید مومن آباد سفر علی اکی سیدالدین رشت نوروز اسکر گوشتی گینه بردارم Vale, vale, que... هر روز با خد و قومت هم سوز میگیرن و بر و بس هم سوز میگیرن. سومون کشوروف اکو تست نویسید سومون کشوروف سید اشرف این از تاجیک‌آباد اینش از رشت. توفه هر دو پهلوان اشتو سعید مومین و پهلوان رشت و پهلوان پنج سعید مومین و نکروز. تست این بچه ها را رخصت یه دو سیدالدین و علی جان سفرعلی. سید مومین شریفزاد نکروز از ونج آنای سیدالدین رشت
علیجان سفرعلی مومن آباد گیریم پایین بیرون تشکر عثمانی پرمک خوالینگی پرگفتی ششمش حلال در میدان پهلوانان ازبکستان و تاجیکستان بعدی چند لحظه از ایران و تاجیکستان و میدان می‌برآیند خیلی عالی بارک الله نوروز کریمزاد خیر مقدم اسکرجان ازبکستانی بر اشتان زمین خوش آمدید گفسرین نفوذی بین المللی می رود انا برادران محبوب من صاحبکاران بلند و ناموس و رفقان نهایت عالی قدری که به تنتنه نوروز آمدید مجید برمناغلو قهرمان جهان در رشته کورش از ایران از کدام ولایت؟ از ولایت خراسان حضورتان بر اشتان زمین تاجیکستان خیر مقدم سپاس استادی ورزشی درجه بین المللی قهرمان جهان در گشتینگیری مولانا جان خلیل انا چورا چلک هر دوشانا انگشتی بزرگش نشان داد و گفت درست انا که برادری از من بیایده سال بیست یک تا اشتور یک خالیدی 5-3 و هر دو خدا وقتی باید و خاطره های نیک از میدان رشتان زمین برید خیر مقام آمین تشکر این را رنگین تر کنید بازم را در میدان ارزنده دیگر بختاوری بابا جان بابا خان شهر دوشنبه فیردوس نسیمов شهر کولو حاجی شرف رشت حاجی شرف انا این بچه ها رو تو پاشانه میدونید یک اشتر توفه هر دو بچه عزیز میدانی رشت وقت این گلورتون یک تا اشتری ارزنده میدان رشتان زمین در رقابت فیردوس و بختاور همین تشکر
محمدی لایزادا نویرش پنجشنبه ولایت مختار کوهستان بدخشان خیردی ورزشکاری هم برزدان جاراشان پهلوان شهر کلاه ولایت ختلان امروز پهلوان دایه کوهستان مرسا ولایت سو نصیبی لایزادا محمدی از نویه رشت شرف پهلوان نویه گروهان منطقه رشت توفه هر دو ورزشکاری اقبالی یک دشمن
Ola Mahfuz Abdurahmonov. Qo'yay Farxor viloyati Xatlon. Sofiddin Xalilzoda Qahramon Jahon o'tmasini judo. O'tmas kuchli sambo bayni har du varishgan yak kuchli. دوستان عزیز، مهمانان عزتمند و توجه ورزشکاران جمهوری همسایه عرب ازبکستان رسانیده می شود که بنابر سبب وقت تمام دعوت گردیدن محسن پهلوان و میدان آوازه‌دار رشتان زمین اگر باشد مرحمت. Ya onlar şov bana mırdı ben çok güzel. در میدان ورزشی نایه رشت پهلوان جمهوری ازبکستان محسن پهلوان
نماینده جمهوری تاجیکستان شریفجان ازریو شهر کولا ولایت ختلان. نماینده جمهوری ازبکستان محسن پهلوان. بین هر دو ورزشکار یک گوشتور. لایق‌زاده سنت‌الله نایه رش رحمانه پهلوان نایه رودکی بین هر دو ورزشکار یک برزگاه بابا عزیز پهلوان ولایت ختلان نایه بخش سنت‌الله پهلوان شهر دوشنبه بین هر دو ورزشکار یک برزگاه پهلوان 5 کرات قهرمان جهان در کورش آفرین محسن جان، شما نیز از همت و سخاوت پدری عزیز بهره‌مند شدید. شما را به منبر می‌خوانیم با 10,000 سامانی مهنت های شما قدر گردیدند. مرحمت. محسن سومدینوف هستند. محسن جان مرحمت. خب 1 دقیقه رحمان جان بخشش. خب بمونید. خب بچه ها کمری شش خیلی ارزشی عالی دارد. هر لحظه که ما توجه میکنیم در حقیقت هم قدرشناسی صاحبکاران و تندرست ناحیه رشتان زمین خیلی هم در سطح بالاست. سپاس و تشکر بار دیگر با این قدر مهمان نوازی قدرشناسی صمیمیتتان. بابای محب الله هم اراده و اطمینان جوانمردان ارزنده را
شخصیت‌های برمنده که میدانداری عالی کردند و اینوبت گرفتند. نابوسته از آنی که در مرحله نهایی ناکام شدند، آنها را هم با مکافات‌های پولی ارزنده قدردانی کردند. زیهی بابای مهربان و پیری خیرات، تشکر. خوش آمدید بر آستان زمین. این دقیقه های آخرین میدانداری گشتین آوازداری رشتان زمین است. آلا مفروض عبدالرحمانov شما را نیز با 10,000 سامانی مکافات از جانب بابا جان و محبوب جان گردانیده شد که به منبر میخوانیم. مرحمت. آلا مفروض برادر سرمربی منتخب جودوی کشور، یکی از پهلوانان شهرتیار مملکت، محمد مراد عبدالرحمانov هستند. یک اشتر به نام شادمان رضایو. اگر در همین فاصله و وقتی باقی بانده ما یگان کس پیدا گردد خوب، اگر نگردد اشتر را توفه، بله، یک توفه ارزنده اشتر به شادمان رضایو تقدیم شد. شادمان خوش آمدن. سرچشمه کامگاری شما از کشتین اجدادی است. مبارک باشد. غزلشاه دولتشاه را هم برای هنرنماییشان در دور بعدی با یک تحفه ارزنده اشتر قدرشناسی می نمایند. سلامت باشید. اکنون سعید مومن شامرادوف، سعید مومن شریف زاده مادرها، شریف زاده سعید مومن را خواهش میکنیم که نزدیک محسن جان آمدن. از نام شخصیت های محبوب صاحبکاران ارجمند 10,000 سامانه برای تشریفتان در این تنتنه گشتین رشتان زمین. 5 کرات قهرمان جهان در کورشان و تاجیکستان آمدن و میدان رشتان زمین را زینت خاصه دادند. تشکر. سعید مومنی کی بود؟ شاه محمدوف را ما در درباره میگوید. شاه محمدوف سعید مومن از جماعت دهاتی های